سلام، من ماهانم. امروز میخوایم راجع به سنگ‌های آذرین بخش دوم صحبت کنیم. گفتم که جلسه قبل گفتم که این جلسه راجع به ترکیب کانی شناسی سنگ‌های آذرین صحبت میکنیم. کانی سازنده سنگ‌های آذرین به شدت به ترکیب شیمیایی ماگمایی که از اونها متبلور میشن وابستن و تحقیقات زیادی هم راجع به تبلور کانی‌ها صورت گرفته که یکی از مهمترین تحقیقات تو این زمینه مربوط به سری واکنش باون هست. سری واکنش باوند شما میتونید تو این جدول وسط جدول این سری رو مشاهده کنید که دو بخش داره. یکی سری واکنش ناپیوسته که توی سمت چپ قرار داره و سری واکنش پیوسته که توی سمت راست قرار داره. و باون چی میگفت؟ باون میگفت که وقتی یک کانی از ماگما متولور میشه یا به وجود میاد توی فرآیند کریستالیزیشن، اون کانی میاد با مواد مذاب باقی مونده ترکیب میشه و واکنش نشون میده و کانه جدید رو به وجود میاره. به همین شکل اگه بخوایم توی سری ناپیوسته باوند اشاره کنیم، اول اولیوین تشکیل میشه با مواد مذاب باقی مونده واکنش نشون میده، ترکیب میشه و پیروکسن رو به وجود میاره. پیروکسن هم با مواد مذاب باقی مونده ترکیب میشه، آمفیبول رو به وجود میاره. آمفیبول هم با مواد مذاب باقی مونده ترکیب میشه و میکای سیاه یا بیوتیت رو به وجود میاره. اما توی سمت سری واکنش‌های پیوسته، در ابتدا فلزپاتی که غنی از کلسیم و کلسیم زیادی داره متبلور میشه و با یون‌های سدیم که توی ماگما هست واکنش شیمیایی انجام میده، ترکیب میشه و در آخر تبدیل میشه به فلزپاتی که غنی از سدیم هستش. به همین ترتیب ادامه داره تا فلزپات پتاسیم و میکای سفید و کوارتز تشکیل بشن. ما میتونیم از طریق این سری واکنش باوند سنگ‌های آذرین رو طبقه بندی کنیم. به چه شکل؟ خب اولین کانیایی که متبلور میشن اولیوین هست و پیروکسن و فلزپات کلسیم دار. خب این نوع کانی‌ها بیشتر توی سنگ‌های یافت میشن که شبیه سنگ بازالت باشن که به اصطلاح بهشون میگیم سنگ‌های بازیک یا سنگ‌های مافیک که از این اصطلاح مافیک از واژه آهن و منیزم گرفته شده و دو نوع سنگ هم تو این بخش ما داریم، یکی بازالت یکی گابرو. و یا اینجا میتونید شما کانی‌هایی هم که اشاره کردیم ببینید. فلزپات به این شکل هست، بستگی به مواد شیمیاییش رنگش متغیره. اولیوین به رنگ سبز زیتونی هستش و پیروکسن هم به خاطر اینکه غنی از آهن و منیزیم هست سیاه رنگ هستش. اما کانی هایی که توی مرحله آخر متبلور میشن مثل فلزپات پتاسیم دار و کوارتز، اینا کانی هایی هستن که توی سنگ هایی که شبیه گرانیت هستن وجود دارن و به همین دلیل به سنگ هایی که فلزپات پتاسیم دار و کوارتز خیلی زیاد دارن سنگ های گرانیتی یا فلسیک میگیم که از دو واژه فلزپات پتاسیم دار و سیلیس یا دیوکسید سیلیسیوم این واژه گرفته شده که دو نوع سنگ تو این بخش ما داریم، یکی گرانیت یکم ریولیت که جلسه قبل به اینا اشاره کردیم. اما سنگ‌هایی هم هستن که حد واسط این دوتان که خیلی آمفیبول دارن و فلزپات پلاژیوکلاز متوسط که به این سنگ‌ها ما حد واسط یا آندزیتی میگیم که تو این بخش هستش، بخش خنثی یا حد واسط که دو نوع آندزیت و دیوریت هستش. شما میتونید اینجا کانی کوارتز هم مشاهده کنید، کانی آمفیبول هم که آهن و منیزیم هم زیاد داره شما میتونید توی این عکس مشاهده کنید. و یه سنگ آذرین دیگه که خیلی معروف هست و خیلی بیشتر از اولیوین به وجود اومده و توی ساختار شیمیاییش کانی اولیوین خیلی زیاد هست، سنگ پریدودیت هست. این سنگ توی اولین مقام توی سری واکنش باوند قرار داره، جایی که اولیوین تشکیل میشه. دقیقاً روبروش سنگ فوق بازی یا اولترامافیک پریدودیت هست. این سنگ پریدودیت رو میگن که سازنده گوشته بالایی زمین هست و توی بخش گوشته فوقانی یا گوشته بالای زمین سنگ پریدودیت به وفور یافت میشه و توی این تصویر شما میتونید پریدودیت رو مشاهده کنید. و یکی از معیارهای دیگه که ما میتونیم با سنگ‌های آذرین طبقه بندی کنیم مقدار SiO2 یا دیوکسید سیلیسیوم هست. سنگ‌های گرانیتی 70% دیوکسید سیلیسیوم دارن ولی سنگ‌هایی که شبیه بازالتن 50% دیوکسید سیلیسیوم دارن. به این شکل ما میتونیم سنگ‌ها رو بر اساس سیلیسشون دسته‌بندی کنیم. میزان سیلیس و دیوکسید سیلیسیوم روی رفتار ماگما هم تاثیر میذاره. ماگمایی که مثل گرانیت هستن و ترکیبات شبیه گرانیت دارن میزان سیلیسشون خیلی بالاست
و به سختی هم جاری میشن، غلظتشون خیلی زیاده. اما ماگماهایی که بازالتی هستن و ترکیبات شبیه بازالت دارن و سیلیسشون کمه و آهن و منیزیم زیادی دارن، اینا به راحتی جاری میشن و خیلی هم رقیق هستن. این بود بحث کانی شناسی سنگ‌های آذرین. ممنون که به صحبت‌های من گوش کردین.